سلام با شمایای عزیز. یه نکته بهت بگم نیست در جهان، اونم از شکلی که فکرشو نمی کنی. خوب گوش کن. همه فکر میکنن این شکله، در این حد که بدونی این گلبول قرمز سالمه، اینم داسی شکله کفایت میکنه. من میخوام اول کار اینو بدونی، این گلبول قرمز سالم قطعا میدونی که مقدار اکسیژن رسانیش و مراتب بیشتر از اینه که داسی شکله. حالا خوب گوش کن بچه‌ها، فردی که دچار کمخونی داسی شکل میشه، اولین اتفاقی که براش میفته کمبود اکسیژن رسانیه. چرا؟ چون گلبول قرمزش داسه شده دیگه، نمیتونه مقدار کافی اکسیژن حمل کنه. پس در این لحظه شاهد ترشح هورمونی هستیم به نام اریتروپویتین که محرک ترشحش کمبود اکسیژنه. ببین داستان اینجاست، بدن تو فکر میکنه گلبول قرمز سالمه، چون که اکسیژن رسانی درست انجام نمیشه، بدن شما فرمان صادر میکنه این هورمون رو بیشتر ترشح کن تا تعداد گلبول‌های قرمز افزایش پیدا کند و اکسیژن رسانی مشکلش حل بشه. اما به نظر تو حل میشه؟ معلومه که حل نمیشه، چون گلبول قرمز من داسی شکل شده. هر چقدر میخوای تعدادو بیشتر کن، چون گلبول قرمز خرابه اکسیژن رسانی حل نمیشه داستانش. آقا خب نتیجهش چیه؟ خوب گوش کن. عمر گلبول قرمز 120 روز. خیلی خوب. من الان در همین وضعیت مثلا 100 تا دونه گلبول قرمز دارم، این 100 تا دونه گلبول قرمز. بعد از 120 روز وقتی این 100 تا بمیرن، 100 تا هم جنازه گلبول قرمز دارم. خب نتیجه، اگر اریتروپویتین اثر گذاشت، مگه نگفتم تعداد گلبول‌های قرمز رو افزایش میده؟ خب آقا بعدش فکر کن 100 تا گلبول قرمز داشتم، اگر تعداد زیاد شد میشه 1000 تا. پس بعد از 120 روز اون 1000 تا که مردن میشه چند تا جنازه؟ 1000 تا جنازه گلبول قرمز. نتیجه گوش کن، هر چقدر تعداد گلبول قرمز بیشتر، تخریب گلبول قرمز هم بیشتر، جنازه گلبول قرمز هم بیشتر. خب جنازه گلبول قرمز چی برای من تولید میکنه؟ یکی از چیزهایی که تولید میکنه رنگ صفراست. پس یه بار دیگه، در هنگام بروز کمخونی داسی شکل، چون دچار کمبود اکسیژن میشیم، ترشح هورمون اریتروپویتین افزایش پیدا میکنه. چون اریتروپویتین زیاد میشه، پس در نتیجه ساخت گلبول قرمز هم افزایش، و چون که ساخت گلبول قرمز داریم افزایش پیدا میکنه، تعداد جنازه گلبول قرمز هم افزایش پیدا میکنه. هرچی تعداد جنازه بیشتر، رنگ صفرا هم بیشتر. حالا رنگ صفرای بیشتر یعنی مقدار صفرای بیشتر، و میدونی داخل کتاب دهمت خوندی هرگاه مقدار صفرا از حالت طبیعیش بیشتر شه، احتمال بیماری وجود داره به نام سنگ صفرا. یعنی اگر سنگ صفرا ایجاد بشه چه اتفاقی میفته؟ صفرا دیگه وارد 12 نمیشه. آقا اگر صفرا وارد 12 نشه چه اتفاقی میفته؟ اگر صفرا وارد 12 نشود، چربی ها هم گوارش پیدا نمی کنن. اگر چربی تو گوارش پیدا نکرد، جذب هم نمیشه. لا اله الا الله. ببین چی شد، یارو کمخونی داسی شکل گرفت، کمبود اکسیژن رسانی داشت، هورمون اریتروپویتین ترشح شد، تعداد گلبول قرمز زیاد، جنازه هم زیاد، در نتیجه تخریب هم زیاد. پس مقدار رنگ صفرا زیاد، مقدار صفرا هم زیاد. بیماری سنگ صفرا. سنگ صفرا که ایجاد شد، گفتم چربی ها جذب نمیشن. اما اگر چربی جذب نشه، ویتامین معلول در چربی آ، دی، ای، کا هم جذب نمیشن. ویتامین آ در ساخت ماده حساس به نور نقش داره. یعنی اگر ویتامین آ جذب نشود، میتونم بگم در بینایی اختلال ایجاد میشه. تمام اینا رو جمع کن، میخوام یه جمله بهت بگم، تو باید جواب بدی. اگر ازت پرسیدن در بیماری کمخونی داسی شکل میتوان انتظار اختلال در بینایی داشت، میگی درست یا غلط؟ قطعا میگی درسته. اما قبل از دونستن این نکته باید روش فکر میکردی. کل این فرایند باید رخ بده تا من بگم این اتفاق میفته. حالا سوال بعدی رو میخوام تو جواب بدی. اگر گفتن فردی دچار بیماری کمخونی داسی شکل شده است، میتوان انتظار اختلال در شنوایی رو داشت، میگی درست یا غلط؟ با همین نکته حلش کن.